کت خدا اول شما بروندی، من 6 کلاسه هستم، بچه ها مسخره ام میکنندی. ریس ریس خوب گوشهایت را باز کن، باید کاری کنیم که همه اهالی فکر کنن من کت خدای کودک دوستی می باشمندی و به فکر دانش آموزان می باشمندی. برویم. آهای بچه های فینیتو، شما امید کت خدا هستید. پسرم من 10 سیب دارم، 4 کیلومتر در روز راه میروم، 2 تا از سیب ها را میخورمندی و 20 چوق هم آجیل میخرمندی. بگو ببینم من چند سالم میباشندی؟ 50 سالتان میباشندی؟ آورین درست گفتندی. از کجا فهمیدی؟ کت خدا آخه ما یه همسایه داریمندی نیمچه خل میباشندی، 25 سالش هست. شما که خل کامل میباشندی 50 سالتان میباشندی. خفه. ریس تو یه سوال بپرس. تو بگو ببینمندی 3 4 تا چند تا میشوندی؟ خودت جوابش را میدانی؟ معلوم است که من میدانمندی. اگر میدانی غلط میکنی وقت کلاس را با سوالات بیجا تلف میکنندی. ای بابا عجب بچه های اختشاشگری هستندی. بابا شما باید سرود سلام کت خدا بخوانید، باید کت خدا مدار باشید. کت خدا یه بار دیگه بگو، من متوجه نشدمندی. همین که گفتم، میخواستی گوش کنندی. به درک. چه گفتی؟ همین که گفتم میخواستی گوش کنندی. ای بچه های اختشاشگر. کت خدای متعاله گم شو برو تو چاله. کت خدای متعاله گم شو. تو حریف این بچه ها نمیشی کت خدا، بازم دارم برام.